وقتی ما میخوایم اجرای آقا بیا اینجا آقا ول کن اینجا بذار یه چیزی رو روشنت کنم. استاد من دارم فیلم میگیرم. این اشکال نداره. بیا از اینجا فیلم بگیر که بیافتیم توی دوربین. اینجا باش بهتره. آقا این راه بده. وقتی ما میخوایم ضربه فایتری اجرا کنیم، این ضربه فایتری باید القایی باشه، هم سرعت و هم قدرت لازم رو داشته باشه. مثلا ما سر گارد که ایستادیم روبروی حریف، وقتی ما میخوایم ضربه کراس رو اجرا کنیم، این ضربه باید هم شدت و هم توان و هم سرعت و همین فاکتورهای لازم رو داشته باشه. مثلا ایستادم وقتی میخوام بندازم ضربه‌مو رو صورت حریف یا ضربه رو اجرا کنم، باید سرعت داشته باشه که غیر قابل مهار باشه. یعنی وقتی میخوایم ضربه رو بزنیم بدن رو میدی باهاش، این نیست که ما بدن رو ندیم. وقتی ما میخوایم بزنیم یک شاید دست جلو تخریب کنه گارد باشه، ولی دومین ضربه که دست عقب منه باید ویران کننده باشه. مثلا یک دو، این دویی که ما میزنیم باید بشینه تو بدن حریف و جمع بشه توی بدن خودم که ضربه به من وارد نشه. این خیلی مهمه. اکثریت اشتباه وقتی ما میزدیم این کار میکردیم. نه، یک این تخریب کنه گارد، ما مشکلی با این نداره، ولی توی دومی خیلی اجرا قشنگه. یک و نشست که ما مثلا پا بیاریم، دست بیاریم، هر تکنیکی که میخواد اجرا بشه خیلی فوق العاده است.